این را ما چون کاخ نوری تقدیر ساز و کشورگشا نام میبریم، یادآور شویم که این عمل میوه اندیشه پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان است. مقصد حکیم ابوالقاسم فردوسی از زحمت 35 ساله هشدار دادن انسانیت از دهشت‌های پیش آورده جنگ است. جناب عالی محترم امام علی رحمان را داهی صلح آفرین نام میبریم که بر حق سزاوار به این فرموده است. تجربه نادری از خونریزی به آبادگری های بی‌مثل دست یافتنش را چون مثال روشن رویارو قدر نماییم. کارداری های پرزیدنت محبوب تاجیکستان برای همین می سزد او را در سطح جهانی چون منادی صلح با نام داهی صلح آفرین معرفی کنیم. صاحب دل تاکید می نماید که روشن کردن یک چراغ خیره در دورترین خانه نیم ویرانه دست نارس هزارها مراتبه نسبت به تمام جنگ و خشونت های کشورکشا حتی افضلیت دارد. زیرا روشنی گرمی محبت پیش می آورد و جنگ خونریزی بدبختی و کینه و کدورت. حکیمی همه دور و زمانهای میلت این وضع را در شاهنامه بیزوال خود چنین خلاصه کرده: پدر کشتی و تخم کی کاشتی، پدر کشته را کی بودی آشتی. و خلاصه سرتاسری شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی همین است. چنین است عاقبت فرجام جنگ، یکی را تخت و تاج و دیگر را گوری تنگ. و متاسفانه امروزیان شاهنامه را چون جنگنامه تصور میکنند، ولی این شاه اثر بیزوال بزرگترین حکیمی همه دور زمانهای میلت هشدار است برای گرفتن پیش جنگ و خونریزی، خشونت و دهشت‌های سرتاسری که اگر عالمیان جداً به شاهنامه رو می آوردند، جنگ خونریزی و کشورکشایی‌های با خشونت به دست آمده خود از خود از بین می رفتند و انسانیت با دست خود یراق اسلحه ساخته‌اش را به آتش می افکند. مثال روشنش کارداری‌های سرور محبوب تاجیکان که با صلح آفری های خود رویاروی عالمیان اثبات ساختی امکانی با وحدت زندگی کردن بوده است. در این موضع تاریخی در راغون آوازدار که زندگی امروزیان و پساوندان و این سخت بسته است، این را ما چون کاخ نوری تقدیر ساز و کشورگشا نام میبریم. یادآور شویم که این عمل میوه اندیشه پرزیدنت محبوب کشورمان محترم امام علی رحمان است که با فرموده شاعر موفق زمان نوری‌الدین امیری داهی صلح آفرین است. و اگر تجربه این شخصیت نادری تاریخی در اساس ایجاد حکیم همه دور و زمانهای میلت فردوسی معجزه آفر و عالمیان پیشنهاد میگشت، به یگان شک و شبهه صلح حاکم مطلق سرتاسری عالم میشد. برای همین ما جناب عالی محترم امام علی رحمان را داهی صلح آفرین نام میبریم که بر حق سزاوار به این فرموده